الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم برای دومین حل تستمون از مبحث کهکشان راه شیری که بحث بسیار مهمی است. حالا سعی کردم با چند تا تست خوب مطالب مهمش، متنای مهمش رو با هم مرور بکنیم و این شکل بسیار مهم و درجه یک. بریم سراغ سوال اول. گفته کدامی که از جملات زیر کاملا درست بیان شده است؟ گفته در شب‌های صاف و بدون ابر در مکانی که آلودگی نوری دارد اگر به آسمان نگاه کنید نواری مهمانند و کم نور می‌بینید. آقا درسته؟ غلطه. آقا چرا؟ بچه‌ها اصلا اسمش هم میشه آلودگی و کلا ببینید تو ذهنتون نباشه که مثلا اون شکلی که کتابتون نشون داده برید نگاه کنید که اومده شکل رصدگاه کویر خارا در اصفهان رو نشون داده، یه نوار زرد میید، اون آلودگی نوریه و اون باعث میشه ما نتونیم تو اون یه تیکه و کلا تو آسمان اونجا ستاره ها و کلا اجرام آسمانی خیلی خوب ببینیم. برای رصد، برای عکاسی خیلی مزاحم و اسمش هم روشه دیگه، آلودگی نوری. پس در مکانی که آلودگی نوری ندارد ما حالا میتونیم این نوار مهمانند و کم نور که کهکشان راه شیری منظورش رو ببینیم. پس نه دارد، ندارد. پس این غلطه. به گفته کهکشان ها از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای، دقیقاً تو حل تست قبلی براتون گفتم به طور کل در کیهان صدها میلیارد کهکشان وجود داره. این کهکشان ها از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره که خود این فضای بین ستاره‌ای گفتمتون اغلب گاز و گرد و غباره و به همونجا بهتون گفتم جامد مایع و دیگه براتون نیاره تشکیل شدن. پس این هم غلطه. جیم گفته دانشمندان پیدایش جهان را، بله توی حل تست قبلی هم داشتیم گفتم خیلی تاکیدم روی این جهان، خیلی دقت داشته باشید. کهکشان راه شیری بزرگترین، آخ این چقدر این عبارت مهمه، چقدر این عبارت مهمه. بچه‌ها این عبارت هم مهمه. این دوتا رو حالا میگم برای چی مهمن و دقت کنید چه جوری ازشون تست میدن. کهکشان راه شیری بزرگترین نیست. خیلی دقت کنید که یکی از بزرگترین هاست. خیلی دقت کنید، خیلی دامه و سر آزمون داری سری سوالا رو حل می‌کنی اینو نمی‌بینی. کهکشان راه شیری یکی از بزرگترین. پس تو ذهنت هم هست آره آقا زمین تو کهکشان راه شیری این همه سره، هی من کهکشان راه شیری رو شنیدم. نه، خیلی کهکشان‌های بزرگتر دیگه‌ای هم هست. کهکشان راه شیری یکی از بزرگترین هاست. پس این عبارت هم غلط هستش. اینو من چرا غلط زدم؟ این درسته دیگه. بذارید یه لحظه من این رو پاک کنم. اینو چرا من غلط زدم؟ صحیح بود دیگه. دانشمند پیدایش جهان رو با نظریه مهبانگ توضیح میده. واو گفته کهکشان راه شیری شکلی مارپیچ دارد. بسیار درسته. تصاویرش هم دیگه خیلی دیدید دیگه. همینجا اصلا همین شکله. حالا اینو که کتاب براتون تو زیرنویسش برید دقت کنید، خواهش میکنم که بفهمید چه جوری باید به شکل دقت داشته باشید. گفته طرح شماتیک یک کهکشان مثل کهکشان راه شیری. حالا اینم دقت داشته باشید. خلاصه کهکشان راه شیری شکل مارپیچ دارد، بله، که منظومه شمسی ما در لبه یکی از بازو، عین این یکیه به این یکی هم دقت داشته، لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد. پس اولا به این لبه دقت کنید و به بازو دقت کنید. حل پس به این لبه و به این بازو دقت بفرمایید. این از این سوال که اینم پس صحیح شد و جیم و واف صحیحن و جواب گزینه 3 میشه. سطح تستمون هم متوسط. سوال بسیار قشنگ. بریم سراغ سوال 2. گفته با توجه به طرح شماتیک کهکشان راه شیری، حالا چرا اختلاف آبی و سیدی برابر با چند است؟ بچه‌ها یه تست فوق مهم، یعنی این شکل رو خیلی، یعنی واقعا خیلی احتمالیه برای کنکور. تا حالا درست حسابی اینجوری ازش مطرح نشده و خیلی تستیه که قشنگ باید به شکل دقت کرده باشید. بچه‌ها کلا گفتم بهتون این شکل رو کتابتون میاد میگه طرح شماتیک یک کهکشان مارپیچ مانند راه شیری. اوکی که بچه‌ها خیلی دقت بفرمایید. این از چرا من اینجوری الان می‌نویسم؟ این از پهلو که بچه‌ها از پهلو اگر عدسی‌های مؤدبه که قطعا توی ابتدایی یه سری قطعا اکثر مدرسه‌ها اینجوری یه سری کمد داشتید وسایل آزمایشگاهی و این داستانا توش بود، عدسی‌های مؤدب و قشنگ دیدید که این شکلی هم. پس حالا کهکشان راه شیری از پهلو شبیه عدسی مؤدبه. این واسه فرق این دوتا رو نمیدونم. میگن آقا این یعنی چی؟ این دارش یه عکس از پهلوی کهکشان راه شیری گرفتن که شبیه عدسی مؤدبه، اینو از بالا گرفتن که میبینیم از بالا چه شکلیه، مارپیچی شکل هست. حله از بالا مارپیچی شکله. و کتابتون یه نکته بسیار مهمه دیگه داره که اومده این دوتا نقطه رو مشخص کرده و گفته اینا منظومه
شمسی هن. همینجا میخوام کلی برات صحبت کنم، مثلا ببینی اینا رو شاید دقت اصلا نکرده باشی، اصلا همین حل تستا برای همین گذاشتیم. آقا خب این مگه منظومه شمسی نبود؟ نه بچه، این کهکشان راه شیری بود. اینو خواهش می‌کنم ازتون قاطی نکنید، اینا رو بچه دیدم که میگم که این شکل گفتیم اول من یه کیهانی داشتم، اون کیهانه کلی کهکشان داشت، بعد هر کهکشان حالا میتونه منظومه‌ای داشته باشه. الان منظومه شمسی ما دید همینجا گفت منظومه شمسی در لبه یکی از بازوهاشه. آها الان دیگه دارم میبینم این بازوه رو که حالا این از پهلو و این از بالا، این بازوه رو اوکی، و اومده اینجا نشون منظومه شمسی. خب اوکی آقا گفته منظومه شمسی، تست قشنگش چجوری میاد میده؟ میاد نمیگه بهت منظومه شمسی، میاد میگه خورشید، میاد میگه سیاره عطارد، میاد میگه سیاره مریخ، میاد میگه زهره، میاد اینا رو میگه. مثلا اینجا رو مثلا میذاره A، مثلا اینجا رو میذاره C، چه میدونم حالا این COD توجه کنید، مثلا اینجا رو میذاره H، چه میدونم اینجا رو میذاره K، این H برای کا، مثلا میگه کدوم یک از اینا جایگاه قرارگیری مثلا سیاره عطارد. آقا تو میمونی اصلا عطارد کجا بود؟ اینو دارم بهتون میگم، واقعا این میشه چیزی که شما باید آموزش ببینید دیگه. اگه نه مثلا اینا تو تستا اینا مطرح نشده، توی درسنامه اینا مطرح نشده که شما باید بدونید که آقا این دقت کنید این منظومه شمسی و حالا هر چه منظومه شمسی دارد و دیگه باید بگه اینجا قرار داد. حل پس این از حالا شکل بذارید پاک کنیم خیلی شلوغ نشه، بس به این مطلب خیلی دقت بفرمایید دوستان من. خب دیگه همه توضیحاتاشو براتون دادم، دامای طرح سوالش هم براتون گفتم. پس حل خورشید گفت، سیاره زمین گفت، عطارد گفت، مریخ گفت، مشتری گفت، ماه گفت، همه اینا رو توی یکی از این دو تا نقطه دیگه گفتم، این از پهلو نشون داده، این از بالا نشون داده. و خب حالا این CDA و آبیه بچه‌ها ضخامتیه که اومده نشون داده که بچه‌ها این CDA دقت کنید 10,000 سال نوریه و میدونید سال نوری هم فاصله است دیگه، یه واحد فاصله ایه دیگه، و این آبیه چنده؟ 100,000 سال نوری. حالا پس این دو تا عدد هم ازتون بی نهایت خواهش میکنم خیلی خیلی خوب به خاطر داشته باشید، قاطی نکنید با هم. حالا اندازه‌ایش که شماتیک مشخصه این از این کمتره و این داستانا، ولی کلا 10,000 و 100,000 چه می‌دونم 1000 و 10,000 نگه، 1000 و 100,000 نگه، نه خیلی دقت داشته باشید دیگه. خب الان 100,000 الان اختلاف این دو تا رو خواسته دیگه، 100,000 منهای 10,000 میشه 90,000 دیگه. 90,000 من تو این گزینه میبینم دیگه، سه رقم جدا کرده و به عدد مورد نظر رسیده و جواب گزینه درست. حالا بذارید مسخره در نیاریم، 90,000 کاملا درسته دیگه و جواب گزینه 3 میشه. بسیار بسیار واقعا مهمه این تست. اینم از حل تست این قسمت کهکشان راه شیری که دیگه سعی کردم باز اینجا اکثر قسمت‌های مهمش رو دیگه میتونم بگم کامل با هم بررسی کردیم و تستاش گوش کن، همین چیزایی که بهت گفتم همین چیزا قراره تو آزمونا ببینی. یعنی خود مطالعات رو انجام بده، بیا اینجا با حل تستای ما همراه شو، این نکات و داما رو همه رو بهت میگم، برو آزمونت و کنکورت رو بالا بزن بیا. تموم شد رفت، خسته نباشید.